امروز خوب بدانه که این ضربه‌ای که این ملاهای درباره میزنن بدتر است از اون امریکاییایی که با سلاح در مقابل مسلمین جنگ میکنن. و ایده از علما است که مردم را به طرف حکومت کفری فیراد میکنن و میگن ما افراد حکومت هستیم و مسجدها اداره های حکومت است. بله تو افراد حکومت هستی زیرا که تو مرتد هستی، اما مساجد کارخانه های حکومت مرتد نیست، کارخانه های حکومت دموکراتی نیست، کارخانه های حکومت شرکی و کفری نیست. چرا مردم را فریب میکنه؟ و ایده از علما مردم را به طرف کفر و شرک فیراد میکنن و این معنا که آن گروهی که کفر و شرکش آشکار است، آن گروهی که کفر و شرکش آشکار است، آن گروه را برای مردم مسلمان نشان میدن که شیعه ها را برادرای خودشون میخوان. شیعه ها برادرای ما نیستن. و ایده از علما هستن که مردم را به طرف شرک فیراد میکنن که میگن از قبرها شفا بطلبه. ما و شما بعد اینکه زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنیم مستحب است که 3 بار طلب کنیم که اسالک الشفاعت یا رسول الله، اسالک الشفاعت یا رسول الله، اسالک الشفاعت یا رسول الله. مردم را به طرف عبادت قبرها فیراد میکنن. اینها از جمله علمای هستند که کافر هستند و مرتد هستند، برای که عالم نیستند. اینها غلامان کفر هستند، سربازان شیطان هستند و اولیای شیطان هستند. ایده از علمای هستند که مردم را به طرف بدعت فیراد میکنه. چنانکه مشهور است که یک شخصیت که وفات میکنه مردهش هم میخرن اینا. پنجشنبگی 40 سال 3 روزه هفته ماه روز تولد در هر روزهاشان اینها از صاحب مرده چیز طلب میکنن و میخرن که اینها در شریعت اسلام ثابت نیست. ای مسلمان ها، شما علمای حقیقی را بشناسید. امروز علمای حقیقی را شما در میدان های جهاد میوه یا در زندان ها میوه. عالم حقیقی نمیتونه در زیر حکم طاغوت بگرده آزادانه. پس شما مطالعه کنید کتاب ها را، قرآن را و سنت نبی صلی الله علیه و سلم را، در اوج صفت علما را پیدا کنید و بشناسید علمای حقیقی را و سوالاتون در برای این علما بتی، یعنی علمای حقیقی، نه این علمای کذاب، نه این علمای دجال. این علما نیستن، اینها غلامای هستن که شما را فریب میکنن. علمای حکومتی شکل روشون حکومت ساز میکنن، در زبانشون حکومت حرف میتیه، ورقشون میته که از روی این ورقا بخونن و در اون ورقا فقط تأیید حکومت کفری است، تأیید احکام کفری است، تأیید افراد کفری است. امروز در منبرهای رسول الله صلی الله علیه و سلم میبرن، در مسجد، در خانه های که در او خانه الله است، عبادت شود در اوج الله، اینها میبرن طاغوت را تعریف میکنن، حکومت طاغوت را تعریف میکنن و مردم را به طرف سربازی دعوت میکنن که ای جوانها شما سرباز حکومت کفری شید. در همون زمانهای شوروی هم مردم هم در همونجا مقصد میمردن یا یک تاش میپروند یا در همون جگان جنجال میشیدن. در همون دوره ها همین مرده ها بود. لیکن اینها باید امروز باز میگم اینها باید که مانعی خدمت ما باید نباشه. والله که شما را به طرف جهنم فیراد میکنن. در حدیث نبی صلی الله علیه و سلم میفرماد که ایده از علما است که در در جهنم شیشتگی هستند، مردم را به طرف جهنم فیراد میکنن. علما مردم را به طرف جهنم فیراد میکنن. این میخواه علمای درباری هستند. من سرباز کاتولی یورف الدین به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده برای صداقت به خلق خود و سرور دولت سوگند یاد میکنم. با پرزیدنت با وطن صادقانه خدمت نکنید. هر کسی که سرباز حکومت کفر میشه و کافر است، چی سرباز زبانیش است، چی سرباز ادارویش است، چی سرباز نظامیش است، چی سرباز اقتصادیش است، زیرا که این موالات است. الله متعال برای ما و شما مسئله موالات را آشکار کرد در قرآن و سنت. این ملاها در این موالات دوچار شدگی هستند و در کفر دوچار شدگی هستند. اینا مرتد شدگی هستند، از دین خارج شدگی هستند. و امروز نگاه کنه که چه با صمیم قلب، با یک شوق و رغبت از حکومت کفری، حکومت نجس، حکومت پلید دفاع میکنن. نعوذ بالله من ذلک. در عوض که
از حکومت اسلامی شرعی قرآن و سنت دفاع کنند، در عوض که از موحدین دفاع کنند. یگانه حکومت که شریعت الله را با پرگی جاری میکنه این خلافت اسلامی است، این دولت اسلامی است. پس این مسلمان ها خوب بدانه که اینها علما نیستن، اینها غلام ها هستند، اینها سربازای این حکومت کفری هستند، اینها مسلمان نیستن، اینها مرتد هستند. چی جایی که عالم باشن، علمشان در نفی کفر است، علمشان در خدمت کفر است. نعوذ بالله من ذلک. تمام شما را دعوت میکنیم ای مسلمان ها که شما به طرف علمای حقیقی بیایید، به طرف علمای حقیقی بیایید. علمای حقیقی در میدان های جهاد هستند یا در زندان ها. شما میتونه که علما را پیدا کنه با طریق شبکه‌های اینترنتی، با طریق شبکه‌های اینترنتی میتونی علما را پیدا کنی، چون که شبکه زلا یا شبکه اینترنتی تلگرام کانال ما رو شما میتونید مراجعت کنید. در اونجا علما را بیایید، طالب علم را بیایید که در میدان جهاد هستند و سوالهای شما را مطابق قرآن و سنت جواب بدن و از کسی خوف هم ندارند. الله ما و شما را از جمله موحدین و از جمله مسلمین قرار بده و ثابت قدم بگردانه و ما و شما را در این دین ما در این چنگ زدن به قرآن و سنت ثابت قدم ما بگردانه و جنت الفردوس برای ما و شما نصیب بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.